نشستیم تا دلهامون به هم یکی بشه، پاشیم کاری بکنیم. قرآن میگه پاشید کاری کنید تا یکی بشید. امر نارو که پیدا کردید راه بیفتید، راه افتاده ها با هم یکی میشن. راه افتاده ها با هم یکی میشن. اونهایی که نشستن راه افتاده ها رو هم مینشونن. یه فرمول تشکیلاتیه. آقا کل طلبه ها پاشیم دور هم یه تشکیلاتی بسازیم. اصلا همینی که گفتیم معلومه هیچ کاری نمیکنید. چون کل طلبه ها که اگه امام هم نتونست همشون رو جمع کنه، تو میتونی. راه بیفتید، راه افتاده هاش با هم قرار بگذارن. امر ما چیه؟ توی شهر امر ما چیه؟ وضعیت دین و دینداری چطوری هست؟ ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا. وقتی قیام کردن، وقتی پا شدن، دلهاشون رو به هم ربط دادیم، به هم دوختیم. یه خورده تقوا کافیه. به خدا یه خورده تقوا. نمیخواد متقی کامل بشه، چون کسی که پا شده یه دردی دیده که پا شده. ممکنه خودش هم پر از مرض باشه، اما یه دردی دیده. آقا باز دوباره بین خودشون حسادت میشه. باور کنید حسادت ها همیشه بین خفته و بیداره. بیدارها با هم حسادتی نداره، راه افتاده ها با هم حسادتی نداره. چون یه دردی داشته که راه افتاده دیگه. میدونه من خودم تنها نمیتونم، باید دیگری رو هم بپذیرم. حسادت چرا بکنم؟ رقابت چرا بکنم؟ تعاون می‌ورزم. این آیه ایست که امام بزرگوار بیشتر از همه آیات استفاده میکرد ازش. قل انما اعظکم بواحده. اصلا با این آیه انقلاب کرده. امام خمینی با این آیه انقلاب کرده ولا غیر. انقلاب درون آدم ها، اونهایی که اهل کتابای اخلاقی عرفانیش هستن، میبینن چقدر پر استعمال این آیه. میخواد آدم را آتش بزنه، از این آیه استفاده. میخواد جامعه خودش رو بشورانه حرکت بده، از این آیه استفاده میکنه. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فرادا ثم تتفکروا. مثنی و فرادا. جالب، اولا مثنی رو میگه، اول دوتایی. کسی هم همراه نشد، خودت راه بیفت. راه بیفت که عده‌ای راه میفتن، به غیرتشون برمیخوره.